این هفته خبر تو خبر داره براتون از عضوای شاخ شکسته که بعد از مدت‌ها سر و عمامش پیدا شد و طبق معمول شروع کرد به پشت هم اندازی و قمپوز درمانی. خدا رحم کرد که دانشمندان جوان ما توانستند واکسن کرونا رو تولید کنن. اونا دیدن اگر در بسته بمانه و واکسن وارد نشه خب خود ایران بیشتر تولید میکنه. اگر چنانچه جوانهای ما دانشمندان ما این واکسن رو تولید نکرده بودن معلوم نبود این واکسن چجوری ممکنه به دست ملت ایران و مسئولین برسه. بله، وقتی کرونای ولایت که خودش واکسن رو ممنوع کرد اینطوری دروغ میگه، دیگه تکلیف باقی جک و جونورای نظام روشنه. نه فقط در شعار، در عمل شما ببینید ما نه تنها بیماری های خودمون رو درمان میکنیم بلکه کشورهای مجاور هم برای درمان میان ایران. پس نشون میده ایران قوی شده که میتونه کشورهای مجاور رو هم درمان بکنه. ما با افتخار میتونیم بگیم که به پیشرفته ترین دانش بشری علوم پزشکی ما و شما و دانشمندان ما مجهز هستن. این هم تصویری از علم پزشکی بعد از شنیدن دروغ‌های عظما و وزیر بهداشتش. همزمان با دست و پا زدن عظما توی تله برجام، روزه های امام جمعه های خامنه ای هم ادامه داره. مثلا یکیشون اینطوری واسه بمب هسته‌ای حسرت میخوره. 20 سال قبل که متاسفانه ما رفتیم MPT را در سازمان انرژی هسته‌ای جهانی امضا کردیم به علل واهی، متاسفانه هنوز آثار شوم اون امضای اون روزها متوجه جامعه ما هست. کاش ما هم مثل برخی از این کشورهایی که عددی نیستن، نه از حیث فرهنگ و نه از حیث امور دیگر مقاومت میکردیم و امضا نمیکردیم. خیلی از کشورها الان انرژی هسته‌ای دارن، حتی انرژی اتمی بمبساز دارن ولی امضا نکردن. این هم تصویری دیده نشده از حسرت عظما برای بمب هسته‌ای. این بوزقلمون عمامه دارم که تا دیروز ضد مذاکرات بود، حالا برای مذاکره سینه چاک میده. اما این مذاکره تفاوت دارد با سابقه ای که همش وعده گرفتند، نقد دادند، نسیه ها رو گذاشتند و این همه صبوری، ولی در طرفهای مقابل هیچ، یعنی نامتوازن بود، یعنی برد نبود، یعنی برد باخت بود. اما امروز اهل مذاکره ما افرادی قرص محکم با مطالعه، با بسته های آماده در مورد لغو همه تحریم ها. این مذاکره برای مذاکره نیست، مذاکره برای رفع همه تحریم های ظالمانه است که در تمام این مدت استکبار عالمی علیه کشور ما اعمال کرده. احتمالاً منظورش از برد یه چنین وضعیتیه. بگذریم از این که وضعیت عظما پتالتر از این حرف هست و کار به جایی رسیده که حتی توی تیویریش هم یه چنین سوالاتی مطرح میشه. میشه بپرسید انرژی هسته‌ای چه فایده‌ای برای ما مردم داره که باید این همه تحریم و بدبختی رو تحمل کنیم؟ واقعا من نمیدونم الان انرژی هسته‌ای چه استفاده می‌کنیم که باید اینقدر این فشارها رو تحمل کنیم. این موضوع حداقل 10 جلسه است که من صحبت کنم، ولی در 10 جمله عرض می‌کنم. بله. یک، ما دنبال فناوری هسته‌ای هستیم، نه فقط انرژی هسته‌ای. فناوری هسته‌ای یکی از فوایدش انرژی هسته‌ایه. هیئت مذاکره کننده آخونده هم روزهاست که توی اروپا مشغول سیاحت و گشت و گذارند و به سوژه طنزهای فضای مجازی تبدیل شدن. چند شب پیش 40 نفری رفتیم بیان سیاحت، پشت میز مذاکره نشستیم پای صحبت،
میان صحبت دوتامون یواشکی جیم شدیم، هل هلکی معازم باشگاه مادرید شدیم. گفتم که میریم فوتبال تو بگو، حالا بعد میشینیم پای گفتگو. هرچی میخواد بشه بشه، هرکی میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بشه بشه، هرکی میخواد بگه بگه. فوتبالمون رو دیدیم اینو جواب شنیدیم، فوتبالمون رو دیدیم اینو جواب شنیدیم. شما نماینده مردمین یا که توریستین؟ اومدین مذاکره یا مهمونی؟ بعد از اینکه مزدوران خامنه‌ای پاسخ اصفهان تشنه رو با گلوله دادن، تیویریش و کارشناسای مشنگش اینطوری به مشکلات مردم و بحران آب خندیدن. ما چیکار کنیم که این وضعیت درست بشه؟ وضعیت درسته. نگاه کنید 9% ثروت جهان رو خداوند به این سرزمین داده ولی 1% جمعیتشه. دو تا مشکل وجود داره. مردم منتظر مسئولینن منتظر باران رحمت الهی. مشکل این شده. آخه بارونامیا غافلگیر میشن. خب نه اونقدر دیگه نه، اینا باید میزان دعا رو به مقداری بکنن که 8 میلیمتر باران ببارد. چون بعدش میشه بحران، بعد ستاد بحران که قرار بحران رو مدیریت کنه اصلا خودش دچار بحران میشه. این هم یه اعتراف از زبون دایناسوری به نام آخوند آملی درباره مشکلات مردم ایران و غارت سرمایه هاشون. ما درباره مخزن الهی حرفی نداریم. اون چه خدا نازل کرده است برای تأمین روزی مردم حرف نداریم. در امر سوم نظر داریم، میگیم خدا به اندازه کافی به ملت داد، تو در اثر بی‌عرضگی نتوانستی ملت اداره کنی و به خزینه خودت سپردی. ما رو این اشکال داریم. آخوندهای مشنگم طبق معمول مشغول ماستمالی مشکلات و دروغ درمانی هستند. ببینید این حجت الاسلام پشمک چه توجیهی برای وضعیت نابسامان ایران میتراشه. چرا همش خیال میکنیم خدا آسمون رو باز کرده فقط مصائب و بدبختی ها و تو این عالم رو سر ما خراب کرده؟ نه، هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش. چرا از اون ور بعضی ما فکر نمی کنیم؟ چون خدا دوست هم داره یه ذره میخواد بیشتر در خونش ناله کنه، یه ذره در خونش بیشتر گدایی کنه. من انقدر آدم ها میگن خدا اینه بده میده، میگه برو. این لات کوچه های خلوت هم پاک زده به سرش و یه چنین پرت و پلاهای تحویل بسیجی ها میده. خدایا تو غیر از این مردم ایران کیو داری؟ 330 میلیون آمریکایی عوضی رو داری؟ خدایا تو 400 میلیون اروپایی عوضی رو داری؟ خدایا تو 1 میلیارد چینی خفاشخور رو داری؟ کیو داری که عبودیت تو پذیرفته باشن؟ اینا غیر از تو کسی رو ندارن، تو هم غیر از اینا کسی رو ندارن. درسته که عثمان نظامش رو جراحی کرد، اما جنگ و دعواهای باندی همچنان ادامه داره. یه نمونهش این بزبز قندیه که از راه دور یه لگد نثار شیخپری کرده. شما دیدید تو همین سالا ما رئیس جمهورایی داشتیم که آرزوش این بود که میشه ما بریم سازمان ملل مثلا تو راهرو جای دستشویی اینا اتفاقی من و رئیس جمهور آمریکا از روبرو به هم دیگه ببینیم، مثلا از کنار هم رد شیم یه چشمکی به هم بزنیم اینا، ولو شده توی راهرو دستشویی هم دیگه رو ببینیم یه دستی به هم بدیم. مگه نگفتن؟ مگه ما رئیس جمهور نداشتیم تو همین سالا که تلفنی 2 دقیقه اوباما باهاش حرف زد کلاه کل این ملت رو برداشتن؟ این چقدر خوشحال بود، بنظرم چند شب خوابش نبرد از خوشحالی. آخوندم بود، اول اسمشم ره بود. این کارشناس صادراتی آخونده هم تعارفات رو کنار گذاشته و میگه شیخ فری گرای پاسدار سلیمانی رو به آمریکا داده بود. من اون روزی که سردار ترور شد اتفاقا ایران بودم، در تهران بودم. 4 صبح از امریکا، از دوستان من در اتاق فکر آمریکایی که از اتاق فکر به من زنگ زد و خبر کشش سردار داد، شهادت سردار داد و به من حتی گفت که اینجوری که به اطلاعات است خبر از نهاد ریاست جمهوری اومده گرا داده شده.
این عضو مجلس آخونده هم برگ جدیدی از ریاکاری رو کرد و وسط جلسه جلوی همه شروع کرد نماز خوندن. البته این جماعت تو جلسات رسمی و جلوی دوربین خبرنگارا از این کارا میکنن، وگرنه تو جلسات خصوصیشون زیر عکس خمینی و خامنه‌ای اینطوری شلنگ تخته میندازن. مشنگستان این هفته رو با یه اتفاق عجیب تو فیلم ها و سریال های آخونده به پایان میبریم. حالا همین نموالا چون اشاره کرد از سریال جزیره، یه در واقع ویدیو الان تو فضای مجازی منتشر شد که خانم بازیگر داره به پایین نگاه میکنه، فیلمنامه رو گذاشتن پایین و بعد اشتباه میخونه و بعد بدتر از این همین راش پرتی هم تدوین میاد میره تو خونه‌های مردم. اینم اون کلیپی که گفت تو فضای مجازی منتشر شده. چی میخواد؟ برای چی اومده اینجا؟ پدرت احتمالاً ازت خواهد خواست. پدرت احتمالاً تاکید میکنه که قضیه اون خانم خبرنگار رو جوری مدیریت. در پایان توجه شما رو به 2 کلیپ جالب از بازی باباها با بچه هاشون جلب میکنیم. اولیش شبیه سازی سکانس معروفی از فیلم بالاتر از خطره و دومیش بازی عجیب یه بابا بزرگ با پسر و نوش.